سلام رفقا، امروز اومدم آموزش نصب بازی یعنی مجموعه بازی هیلو د مستر چیف کالکشن رو بهتون بدم که شامل 6 تا بازی میشه که بازیاش هم اینا هستن: هیلو کامبت اولوید انیورسری، یه همچین چیزی اگه درست خونده باشم، هیلو 2، هیلو 3، هیلو 3 او دی اس تی و هیلو ریچ و هیلو 4 اینا رو داخل خودش داره. خیلی خوب، اولین کاری که باید بکنیم، اولین بگم که بی معطلی بریم سراغ آموزش بدون حرف اضافه ای. اولین کار که باید بکنید وارد سایت گیم باتو بشید. حالا وبسایت های دیگه هم میتونید انتخاب بکنید، خیلی مهم نیستش. من از این وبسایت دانلودش کردم قبلا. بیاید پایین، من این نسخه بازی رو دانلود کردم، نسخه کودکس با حجم 121 گیگابایتش من دانلود کردم که چند تا پارت، 29 تا پارت که اکثرشون 4 گیگابایت، یعنی همشون 4 گیگابایت، فقط این آخریه 1.8 گیگابایته. میتونید حالا اگر حجم ذخیره سازیتون محدودتره یا میخواید اینترنت کمتری مصرف کنید، نسخه فیت گرلش هم دانلود بکنید که 55 گیگابایت بیشتر نیست و 27 تا پارت هم هست. خب اینجاش خیلی مهم نیست. به هر حال بعد از اینکه دانلودشون کردید، حالا یه نکته هم راجع به دانلود بهتون بگم. اگر وای فای دارید یا مودم دارید که هیچی، یه بسته پرحجم با سرعت بالا بگیرید و خلاص راحت دانلود کنید. ولی اگر نه، اینکه اینترنت سیم کارت دارید استفاده میکنید، پیشنهاد من بسته های نامحدود شبانه هست. واسه همراه اول خودم استفاده میکنم. واسه ایرانسل سرعتشون خیلی جالب نیست. ایرانسل خط دائمیش یه بسته داره که 30 گیگابایت از 2 تا 7 صبح، قیمتش هم 12,000 تومان کلا، ولی سرعتش خیلی ضعیف بود. حالا شاید هم به خاطر خونه ما اینجوری باشه، مکانی که من توی زندگی میکنم شاید این شکلی باشه، حالا نمیدونم. به هر حال بسته های مختلفی از من خودم با نت شبانه دانلودش کردم همراه اول که بی نهایت بود، از 1 شب تا 11 صبح و خیلی هم طول کشید تا دانلود بشه. 2 شب من فقط تا صبح بیدار موندم تا این نکبت دانلود بشه. خب حالا به هر حال بعد از اینکه دانلودش کردید، دیسپیسی رو باز کنید، برید داخل بخش دانلود هاتون. حالا من قبلا ریختمش داخل یه پوشه، اسمش هم گذاشتم هیلو. قبل از اینکه دانلود بشه بهتون پیشنهاد میکنم قسمت دانلود هاتون رو کامل پاک بکنید. حالا اگر چیزی هست که نمیخواید حذف بشه، بریزیدش توی قسمت دیگه ای که قشنگ فقط همین فولدارا بیاد بالا با فایل های فشرده دیگه که مثلا از قبل دانلود کردید، یا فایل های دیگه قاطی پاتی نشه. خب حالا چی کار میکنیم؟ شما بعد از اینکه همه رو دانلود کردید، اولا که یه چک بکنید که تمام پارت ها درست دانلود شده باشه. حالا بعضش ممکنه پس و پیش بیفته، ترتیبش مهم نیست، ولی همش باشه حتما. مثلا 1 2 3 پارت 4 اینجا افتاده، 4 5 6 همینطوری چک بکنید. حالا این 29 تا پارت باید چک بکنید که همه 29 تا پارتش اینجا دانلود شده باشه واسهتون. بعد چه کار میکنید؟ میایید تمامشون رو انتخاب میکنید، راست کلیک میکنید. حالا اگر ویندوز 10 باشه که این گزینه رو ندارید، اگر ویندوز 11 پرو باشه، مثلا حالا نمیدونم 11 هوم هم همین شکلی یا نه، ولی اگه 11 پرو باشه باید بزنید رو شو مور آپشنز و قسمت اکسترکت فایل رو انتخابش بکنید، یا همین اکسترکت هیر رو میتونید بزنید که همینجا واسهتون استخراج بشه. خیلی مهم نیست، فرقم نمیکنه. من حالا اکسترکت فایل رو میزنم، میخوام که فایل نصبیشم بریزم داخل درایو دی انتخاب میکنم و اوکی. حالا باید صبر کنیم که اکسترکت بشه. و یه نکته ای هم بگم، اگر میخواید بازیاتون رو روی هارد اکسترنال نصب کنید مثل خودم، بهتون پیشنهاد میکنم که بعد از دانلود فایل های فشرده رو روی هارد نریزید، چون الکی وقت خودتون رو دارید هدر میدید. این کار برای شما هیچ فایده ای نداره و همینطور استخراج شده این فایل ها رو هم داخل هاردتون نریزید، چون بازم الکی باعث میشه که طول بکشه کارتون.
وای بالاخره داره اکسترکتش تموم میشه. چقدر طول کشید، 21 دقیقه. حالا تازه اینکه چیزی نیست، اگر میخواستم روی هارد اکسترنال اکسترکتش کنم شاید بیشتر از 1 ساعت هم طول میکشید. البته هارد HDD. خب اینم ببینیم تمام شد بالاخره. این هست فایلی که استخراج شده. آره همین بود. اینم ستاپ بازی هست. اون که دیگه هیچی نیست. خب ستاپ بازی رو ران میکنیم. آها همینطوری نباید رانش کنیم، اشتباه کردم. با با چپ کلیک نباید رانش کنیم، باید راست کلیک کنیم. این گزینه رو بزنیم ران از ادمینستریتور. حال به هر حال عجب آهنگی داره بنازم. خب این تیکه خیلی مهمه، اینو حتما بزنیدش، فعالش کنید. بهتون پیشنهاد میکنم همه تیکا رو بزنید. خب این تیکه که واسه اینه که راحت بتونید بازی آن اینستال کنید، همون حذفش کنید. خب هر موقع که خواستید. اینم خود به خود فایل کرک بازی رو کپی میکنه اون جایی که باید. اینم که واسه شورتکاتشه که توی دسکتاپ بسازتش، که اینم حتما مهمه، اینم باید بزنید. اینم نمیدونم چیه، حال مهم نیست. اینجا میتونید اسم انتخاب کنید. اینو میتونید اسم بازی، حالا هر چیزی که دوست دارید بذارید. من میذارم پیش‌فرض خودش باشه. تو بخش اولم میتونید انتخاب کنید که بازی کجا نصب بشه. من حالا هارد میزنم چون حافظه نداره لپتاپم، مجبورم بزنم روی هارد. پوشم از قبل ساختم به نام هیلو. اوکی رو میزنم. بعدم گزینه اینستال و صبر میکنیم تا بازی نصب بشه. تو این مدت هم من براتون آهنگ بزنم عشق کنیم. خب بچه ها بالاخره مثل این که تموم شد. الان 1 ساعت و 52 دقیقه است من دارم ضبط میکنم. چقدر طول کشید واقعا، خیلی طول کشید. خیلی خوب، شورتکتش هم که اینجا اضافه شده. فقط یه نکته که یادم رفت بهتون بگم اینه که حواستون باشه درایو سی تون موقعی که میخواید بازی و فایل فشردهش رو دانلود بکنید فضا داشته باشه. خب چون وقتی دانلود میکنید خود به خود میره داخل درایو سی فایل های دانلودش که اینجا دانلود کردید. بعد نکته بعدی، وقتی میخواید استخراجشون بکنید رو فایل رو، باز تو اون درایوی که میخواید استخراجش بکنید حواستون باشه که هولوش یه 130 گیگی فضا آزاد داشته باشه، چون استخراج کردنشون هم باز فضا زیادی نیاز داره. همینطور نصبش هم باز فضا لازم داره. باز خواستید نصب کنید هم باید هولوش فکر کنم 140 گیگابایت بود فضا لازم داشت واسه نصب بازی. بعد از اینکه بازی نصب شد میتونید اون فایل ستاپش رو حذف کنید، فایلی که استخراج کردید. و بعد چیزا رو هم میتونید حذف کنید. فایل فشرده که دانلود کردید هم میتونید حذفشون بکنید. خب حالا نصب ما هنوز کامل تمام نشده، چون اینو باید دسترسیشو از اینترنت قطع بکنیم. چطوری باید این کار رو انجام بدیم؟ چون اگه به اینترنت وصل بشه کرکش میپره.
خب برای که دسترسیش رو به اینترنت قطع کنیم از برنامه فایروال خود ویندوز استفاده میکنیم. داخل کنترل پنل بشید، ویندوز دیفندر فایروال رو انتخاب بکنید. بعد اینجا ادوانسد سیتینگ، این ورودی برنامه است، ورودی اینترنت به برنامه. شما باید هم ورودیش رو قطع بکنید هم خروجیشو. حالا چطور این کار انجام میدیم؟ روی خودش کلیک بکنید، بعد اینجا نیو رول رو بزنید، اینجا نکست رو بزنید، اینجا انتخاب میخواید بکنید که برنامه چی باشه که میخواید از اینترنت دسترسیش رو، چرا از زبانم میگیره خدا، دسترسیش رو قطع بکنید. من الان برم انتخابش بکنم، اینا همین دیگه همین باشه. این تیکار هم باید فعال کنید و ستاش باید بزنید. یه اسم هم میتونید واسه برنامه بذارید، حالا من اسمشو میذارم هیلو. فینیش. خیلی خوب. حالا باید خروجی اینترنت برنامه رو مسدود بکنید که اینجا هیلو الان مسدود شده هست، ولی رنگ این ضرب داره قرمزه، یعنی فقط خروجیش مسدود شده. ما دوباره نیورال رو میزنیم. این دفعه باید حواستون باشه که روی چیز گذاشته باشیدش، من نمیاد بالا، روی اوت باند رولز گذاشته باشید. بعد نیو رول، نکست، برنامه رو دوباره انتخابش بکنید. چه جالب، خودش اصلا بازش میکنه همون جایی که من لازم دارم. سه تا تیک فعال باشه، اسم و فینیش. الان اگر نگاه بکنید رنگش الان خاکستریه، خاکستری یا بنفش، حالا به هر حال این رنگی میشه دیگه. اینجوری که شد یعنی درسته، هم خروجی هم ورودی اینترنتش مسدود شده. خیلی خوب، بریم که برنامه رو بازش بکنیم. بازی البته.